جور بخیر بچه‌ها. ما الان اومدیم اسپانیا، شهر مالاگا، تو چاله زمستون سوئد، ولی ما اومدیم اینجا از هوا لذت ببریم. الان اول صبح 14 15 درجه ساره اومدیم بچه از سفر لذت ببریم. اینجا مینار داریم و اینجا خودم و امتیاز تو هتل خوابه. ما اینجا یه مشکل داشتیم. ما وقتی هتل رو گرفتیم اومدیم اینجا، متاسفانه یه هتل خیلی بدی گرفتیم، خیلی کوچیک و اصلا ارزش نشستن رو نداشت. و الان خیلی اتفاقای دیگه هم پیش اومده، تو ادامه ویدیو خودتون میبینید که ما هتل رو گرفتیم و یه شب خوابیدیم و الان اومدیم دو تا هتل گرفتیم الان. آره یه جای بهتر خفن‌تر که تو ادامه ویدیو می‌بینیم و گفتیم اینم واسه یه ویدیو کنیم از سفر و از توضیحاتی که مثلا سفر می‌رین چجوری برسیم به اونجا و چیکار بکنیم که بهترین جا رو بگیریم. پس تا آخر ویدیو رو ببینید، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. اینستاگرام وسط میاد اگه دوستشون فالو کنید. بریم ویدیو رو با هم ببینیم. ولی صبحی اومدیم چیکار کنیم؟ امتی کجاست هستن؟ آفتاب بگیر، من خبر ندارم. آفتاب بگیریم، لذت کافه بزنیم. بچه امتی الان تو اتاقشه. ما یه هتل گرفتیم که اینجا ویدیوشو میذارم. دقیقاً هتلی که ما گرفتیم مثل امتیه، ولی آره ما دیروز رسیدیم، ولی اومدیم هتل دیدیم حالمون بد شد و همون شب به شب یه هتل جدید دیگه پیدا کردیم که قیمت خوبتر ولی لوکس‌تر که اونم تو این ویدیو میبینید. فقط منتظر امتی بیاد. ما اومدیم چه یکم لذت بریم از این هوای زیبا و آب و مینو، بچه دل اصلا وا میشه. بعد بریم سمت هتل جدید و بهتون نشون بدیم. فقط منتظریم تا امتی بیاد تا یه کافه هم بزنیم. ما اینجا تابستونی هم مثلا نگاه کن، فقط یکم اول صبح 14 آره 14 15 درجه است، فقط کاپشن پوشیدم ولی اونقدر سردم نیست، ولی گفتم بذار باشه تا بعد ساعتای 12 هوا گرم بشه که حتی میریم شنا هم میکنیم، اون موقع حالش بیشتره. این صدای چیزا چقدر زیاده کفترها. فقط اینو نفهمیدم این کشتی اینجا چی کار میکنه. از دیشب تا اینجا بوده و مینا باید امروز بریم آب بازی بکنیم. ما قبول داری؟ خدایی من فقط آفتابم. من که پای آبم. بچه امروز 20 درجه میشه، تقریبا 20 درجه میشه، 18 19 20 درجه، ولی ما میریم آب بازی. ولی اول باید بریم هتل رو پیدا کنیم. منتظر امتی از خواب بیدار شه بیاد و ما اینجا منتظریم با یه ایس کافه. یس ما الان داریم سمت هتل و بریم امتی وسایلاشو بگیره. وسایلاشو ور نداشته و اینجا اوشت و میره وسایلاشو ور میداره که سمت هتل جدید بریم. آره سمت راست بریم. بچا بریم بیا بریم. فکر کنم هتل بهتون نشون میدم اینجا، چون داخلش ویدیو قبلش گفتم که بیا بیرون، گفتم شاید دیگه برنگردیم ولی امتی وسایلاش ور نداشت. الان اینجا ویدیوش ببین چه هتلی گرفته بودیم. هتل هم نمیشه گفت، چی بهش میگن؟ اصلا یه استودنت چیزه، لگن هتنگ خونه خوابگاه ماننده. آره الان واسه خودتون میبینید اینجا چجوری منظور. این بیرونی ساختمونمونه، همین کوچیکی که بغل خیابون هم قرار داریم. چیز هوایی تمیز یا خدایی بچا جاتون خالی. بچا از همون هتلی که اول گرفتیم خیلی کوچیکه، شاید تو دوربین بزرگ دیشه. یه دونه تخت خواب داره، یه دستشویی داره که دستشویش هم از این سیفونایی که ریز میکنه اصلا نگم براتون، و یه دونه دوش اینطوری ساده داره. واقعا حیف این سفری که این همه هزینه کنیم به این همچین جای بگیری. و ما هم دیگه تصمیم گرفتیم بریم اون جای جدید رو ببینیم که الان خودتون تو ویدیوش میبینید. مینا تو راضی بود از اینجا به زور شب خوابیدیم؟ خیلی سرد بود، خیلی سر صدا میداد. اینجا فاصله میکرد. آباد خیلی کوچیک و اصلا پنجره نداشت. پنجره نگاه کن، پنجرهش نگاه بچا پرده واسه چی گذاشته. پنجره بالا آدم یه ذره کوچیک بالا می‌ذاشت. 20 دقیقه تاکسیمون اومدش. بالاخره تاکسی اومدش، داریم میریم سمت هتل جدیده. چی رو ببین کجا نشسته. الان اومدیم اینجا، ما رو تاکسی آورد اینجا پایین کرد، اینجا در ورودی نداریم و همینطوری الان داره زنگ میزنیم ببینیم دقیقاً کجاست. ما چون یه بار دیگه اومده بودم چه مشکل داشتیم و پیدا نمی‌کنیم به راحتی. باید بگردیم ولی هوا رو ببین خدایی لذت بره. میگن هتل چقدر بزرگ و جذابه. کارتای اقامتمون هم گرفتیم داخل اتاق. کارت اقامت دیگه، یعنی ما اومدیم جای اقامت کنیم داخل اتاق و منتظریم که انجام بده کاراشو. واه بچا اینجا چه جاییه، چه خفنه. 203 کدوم اتاق ما 203 کو 203 کارتتو بزن داخل بناس. میخوام به بچه‌ها نشون بدم پروسه کام. آره دیگه فوش میریم تو اتاقی که دیگه نه مستقیم بناس. آها اینجوری. آره برعکس بکش بیرون. نه در واس کن بنستون. نه اونو بنده در واس کن. مال نفر دیگه نباشه آدم. کو کجا نشه 203 کارتو پول نگاه کن که دیگرون. واه بچو دشویی پرفکت. این چیه خود این دشویی دوشش طبقه بالا. این خیلی بهتر از اونه. وای این آشپزخونه خوبه. اینجا میتونیم خرید کنیم چیزا رو بزنیم.
اتاقش هم بزرگ، این چیزه انباری کوچیکه. اتاقش هم خدایی بزرگ که پرفکت، جالباسی هم داره اینجا. یا این خیلی عالیه، من خیلی خوشم اومد. آره اینجا هم دیگه میشه گفت جای نشیمنه. بذار برم بیرونش چجوریه، من کیفو بذارم اینجا. منظره برامون خیلی مهمه. اوه بالکن هم داریم. بچه‌ها چه بالکن زیبایی. خوب منظرمون اوکی. بعد این آپارتمان استخر هم داره نه؟ آره استخر هم. دریا بچه‌ها قشنگ اونجا مونه. چه جای خفنیه. چقدر بالکن بزرگه، هم اتاق‌ها اون بالکن داره هم اینجا بالکن داره، یعنی دو تا. خیلی خوبه. خب بریم بچه‌ها یکم استراحت کنیم و راه بیفتیم بریم بیرون. من بچه‌ها تمام کارهایی که اینجا انجام میدیم، منطقه‌ای که میریم واسه تفریح رو تو اینجا می‌نویسم اسمش. اگه خواستیم مثلا بریم اسپانیا مالاگا این هتل رو بگیرین، خیلی خوبه و خیلی امکانات خوبی داره، قیمتش هم خیلی مناسب. تام اینجا رو بچه‌ها این چه طبقه درازیه. یه چیز دیگه بچه‌ها، میخواین هتل پیدا بکنید و از طریق اپ‌ها انجام بدین، اپلیکیشن هایی که وجود داره که معتبرتره، و اگر میخواین مثلا یه شهری میرین و میخواین تاکسی بگیرین از اوبر و بولت استفاده بکنین، چون ارزان‌تر و بهتر و سریع‌تره. تاکسی گرون‌تره و بیشتر میچرخونه که بیشتر ازتون پول بگیره، این خیلی بد. ولی اوبر و بولت سریع میرسونه که سریع پولش بگیره بره یه کار دیگه انجام بده. همینم نشون بدم که گفتیم قبلی که بریم غذا بزنیم منظره رو ببینید. خدایی اصلا منتظرم ساعت 2 بشه یکم گرمتر میشه بچه‌ها بندازم خودم تو آب. لذت بیشتری داره. رستوران هندی که می‌خوایم بریم دقیقاً اونجا قرار داره بچه‌ها. غذاش سال قبل خوردیم خیلی عالی بود. می‌خوایم بریم امسال دوباره همونجا صبحونه رو بزنیم. صبحونه نمیشه گفت دیگه، الان ساعت تقریبا میشه گفت 12 است دیگه. اینه که میریم غذای خیابونی داره ولی ما دریایی داره مثلا ماهی و خرچنگ میگو اینا، ولی ما میریم بیرونیش میزنیم. منظورم بیرونی چه؟ یعنی غذای مختلف از هر کشوری، از هر چی بهش میگن، کلتور، چی میگن به فارسی؟ کلتور دیگه، فرهنگی اینجا وجود داره. ولی خب پایینی فقط دریاییه که ما زیاد میانه خوب با غذای دریایی ندارم، نمیدونم چون نخوردم هم نمیدونم، ولی قراره تو این چند روز یه امتحانش بکنم. چه رستوران هندی بسته است، فکر کنم بعد از ظهر واز میکنم. الان چیکار کنیم؟ بریم یه چیز دیگه بزنیم دیگه. نمیدونم بریم چیز پیدا کنیم. اینجا اومدیم بچه‌ها غذای بیرونی بزنیم، یعنی دریایی ببینیم چی داره بزنیم. اینجا اومدم میخوام من چیز بزنم، ماهی بزنم. کدوم ماهی رو بهم نشون داده بود مینا؟ یه دونه بوده نمیدونم یه جا بود. مینا میخواد پاستا بزنه اول صبح. پاستا وایسیم تا امتی هم بیاد. اینو میخوام بزنم. آج امتی اومد به جمع ما پیوسته. من کجا بودم؟ وایسا تو جی پی اس بهتون نشون میدم. الان آجی خوب شد هتل عوض کنیم. به بچه‌ها هتل اول نشون دادم با هتل قبلی جدیدار اصلا زمین تا آسمون فرق. بچه‌ها نگاه کن الان ما اینجاییم. ما هتلمون اینجا ببین این همه راه رو منو کشوندن. تو این هوای گرم بچه‌ها خیلی هوای خوبه. مینا رو که نگاه کن اینجا داره لذت میبره از آفتاب. چی میگن این ماه دوم ساله ولی خیلی گرمه. آره 20 دقیقه منتظریم، نه 40 دقیقه. فقط غذای مینا رو آورده، تا الان غذای ما رو اصلا نیاورده. شانس دیگه. شروع کن بزن نوش جونه چون تو دیر تموم میکنی. غذای ما رو آورد بچه‌ها. این چیه؟ ماهیه. چقدر خوشمزه ولی باید حواسم به خاراش باشه. آره اومدم اینجا یه دونه غذا رو زدیم، یه شورت آب بازی بگم می‌خوایم بریم جت اسکی سوار شیم. پیشنهاد من واسه خودم ال نه بابا من با چاق که نیستم بابا، ام بگیر مثلا فکر کنم اونه. بچه‌ها می‌خوایم بریم جت اسکی سوار شیم و هوا انقدر گرمه به خدا عرق کردیم داشتیم بیهوش میشه، اینقدر گرمه واقعا. هوا رو عاشق هوای گرمه. الان بچه‌ها منتظریم اوبرمون بیادش که بریم لب دریا و بریم جت اسکی سوار بشیم. تاکسی اومد امروز، از این تاکسی یک سر گیریم دو تایی بنزم هستش و داره میریم اون طرف. بچه‌ها اینجا شرکت‌های جت اسکی هستن که جت اسکی همشون بر پارک. ولی مینا چی شده؟ داستان چیه؟ بسته است نیست، ولی میگه آنلاین هم میتونیم بوک کنیم، ولی ببینیم میتونیم یا نه. بچه‌ها زمستون الان واسه اینا مثلا اینجا زمستونه ولی بسته است، میگه فقط سومر یعنی تابستونی وازه. برنامه‌مون به هم خورد و نمیدونیم یه کارش میکنیم میگردیم بریم جای وازه یا نه. اگه واز نبود میریم لب آب دیگه یه آفتاب میگیریم. چطور مینا؟ بریم آب بازی کنیم، آفتاب بگیریم، چون چاره دیگه هم نداریم بچه‌ها. بریم دیگه، بریم یه جای بهتر پیدا کنیم. ما جای اینجا داریم زنگ میزنیم، همه میگن مارچ واز میکنه، یعنی یه ماه دیگه. و تو این الان ما باید بگردیم یه جایی بریم آب بازی کنیم دیگه، چون نمیشه دیگه تا مارچ ماه دیگه. حساب کنم یه ماه زودتر اومدیم. قبول داریم؟ قبل مینا ماهش اومده اینطوری فر کرده. یادته؟ می‌خوایم امسال دوباره انجام بدیم. من یه روز مونده که بریم سوئد این کارو میکنم. آره بچه‌ها اومدیم الان پیاده روی لب ساحل و برسیم به لب ساحل، جایی که بتونیم آفتاب بگیریم و شنا بکنیم که امروز هم کنسل شد دیگه. شانس نداشتیم دیگه. مارچ یه ماه دیگه. بچه‌ها با همچین آفتابی میخوام خودم رو سیاه کنم. کرم میزنم
این از اون کرمایی که زود برنزه میکنه. ببینم جواب میدی یا نه، سیاه میشم یا نه. خودت تو ویدیو متوجه بشین. هیکلو ببین همه چربیه. بچه واقعا آبش گرمه و خیلی لذت خاص خودش داره، ولی یه چیزی بهتون بگم، تو ماه فوریه واقعا میشه داخل آب شنا کنید و آب خیلی گرم و هوای خیلی عالی داره. من که لذت بردم. الان یکم آفتاب بگم دوباره بنازم تو آب خودمو. الانم از آفتاب گرفتن دارم لذت میبرم، گرم بودن و لذت بردن و حال میکنم. واقعا بچه به خدا با این قیمتی که ما اومدیم و تو این ماهی که مثلا تو سویدن خیلی سرده، واقعا ارزش داشت. واقعا میگم برین حتما یه جستجو کنید و آب و هوا رو ببینید، بیاین خودتون میفهمید منظور من. خانم اینجا داره از آفتاب گرفتن لذت میبره و واقعا هم شلوغه. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم اینقدر تو ماه فوریه یا ژانویه، حتی بچه تو ماه ژانویه یعنی اول سال 2025 من تو تیک تاک دیدم مثلا خیلی نگاه می‌کردم اینجا حتی 22 23 درجه هم شده بود، یعنی گرمتر از الان بودش. واقعا چه کشوری مردم زندگی میکنن که تو این اوضاع اینقدر گرمه، ولی ما تو کشوریم الان منفیه داریم زندگی میکنیم تو این اوضاع. به خاطر همون تصمیم گرفتیم مثلا هر موقع خیلی کار شدید میکنیم، خیلی بیش از اندازه داریم کار میکنیم، باید یه سفر بریم. پلان ما تو زندگیمون یعنی هم تصمیمی که تو زندگی گرفتیم کار زیاد بکنیم، ولی به شرطی که از زندگیمون لذت بریم. تا جوونیم باید از زندگی لذت بریم بچه‌ها. اگر پیر بشیم واقعا دیگه اون موقع پول داریم، درسته پیر شدیم پول داریم، ولی دیگه اون موقع انرژی که الان تو جوونی داریم اون نداریم. بس نصیحت من به شما اینه که وقتی تا جایی که پول دارین، تا جایی که جوونین، از زندگیتون لذت ببرین. فرق نمیکنه حتی اگه مثلا یکم سنتون هم بالا رفته باشه بازم لذت ببرین، چون پولو همیشه میتونی به دست بیاری ولی اون لحظه‌ای که میخوای خاطره بشه واسه تو نمیتونی به دست بیاری. ما احتمال داره مثلا هر روز واسم یه اتفاق بیفته، یا مثلا خودتون مثلا میری تو خیابون خدای نکرده منو ماشین میزنه تموم میشه زندگی میره، ولی حداقل میگم آره از زندگیم لذت بردم. میدونی منظورم چه؟ تو هیچ وقت نمیتونی آینده رو پیش بینی کنی که چه اتفاقی واسه بیفته. پس چرا الکی پولتو جمع میکنی واسه آینده وقتی که از آینده خبر نداری چه اتفاقی میفته؟ شادی سویدن جنگ شد، کل پولا بسته شد، بانک‌ها بسته شد. حداقل من میگم آره لذت جوونیمو بردم، دوباره از صفر شروع میکنم. میدونی منظورم چیه؟ یعنی اینکه تا جوونی تا که پول داری لذت ببر، دوباره بیا کار کن، دوباره برو لذت تو ببر، نه که پولتو جمع کنی که من پیر شدم آینده‌مو بسازم. چه فایده؟ تو میری خونه میخری، بهترین ماشین میخری، ولی همش زیر قرضی که باید قرض بدی تا مثلا 30 40 50 ساله بشی، اون موقع قرضی تموم شه، اون موقع بری اشغال کن. اونطوری فایده نداره، تو از زندگی لذت نمیبری. بچه‌ها الان دوباره تاکسی گرفتیم داره برمیگردیم سمت هتل. خیلی گرم بود، خیلی آبازی کردیم، خیلی لذت بردیم. میگم اینو خودم آره اشغال کردیم ما. واقعا تو این هوای گرم میارزه که به اسپانیا تو اونم شهر مالا با لذت برای زندگی کردن. پیشنهاد من بهتون اینه که اگه تو اروپا هستین حتما این شهر رو بیاین یه بار تفریح بکنین، لذت ببرین، واقعا ارزش داره. بچه‌ها هتل رسیدیم، می‌خواستم ویدیو رو تمام بکنم ولی شاید یه تیکه از حرف زدنم داخل هتل قطع کنم چون این ادامه ویدیو رو بزنم، چون اومدیم بیرون یه غذای مشتی بزنیم، گفتم اینم جزء این ویدیو کنم بعد ویدیو رو تمام بکنم. مینایی داره نوشیدنی خوشمزه سفارش داده ولی بازم تو این اوضاع هوا گرمه، ولی من کاپشن پوشیدم. چرا؟ چون ما اومدیم تو سایه نشستیم، احساس سرما کردم ولی کاپشن تو دست پوشیدم، نمیتونم تو دستم بزنم و گفتم بذار تو تنم باشه. و یه غذا بیاد ببین غذا رو ببین چه غذایی سفارش دادم. غذای منه که این موقع ساعت 6 بعد از ظهر سفارش دادم. این غذای مینا. یعنی همیشه مینا تو غذا خوش شانس بوده، ولی خدای مایه خود سرخ شده است، ارزش خوردن رو داره بچه‌ها. گفتم این ویدیو رو بکنیم پارت 1 و پارت 2 میخوایم بریم جای تفریح‌تر، باید بگردیم یه جای پیدا کنیم که جای تفریح داشته باشه و یکم جذاب‌تر بشه ویدیو. ولی خب اگه اینطوری ادامه بدیم ویدیو خیلی طولانی‌تر میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینم شد پارت 1 ولی پارت 2 هم به زودی میاد و جذاب‌تره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. اینستاگرام بغل ما میاد، اگه دوست داشتین فالو بکنید و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.